علت مرگ نامعلوم. اولین ساخته علی زرنگار. فیلم خوبی هست یا نه؟ این فیلم بعد از حدود 3 سال توقیف بالاخره اکرام میشه. سال 1403 اولین نمایشش قرار بوده تو فجر 1400 باشه که به دلیل مخالفت وزارت ارشاد حذف میشه. جالبه که از 7 رأی داورا 6 رأی مثبت هم میاره، جزو 3 فیلم برتر میشه. اما خب از جشنواره کنار گذاشته میشه، حذف میشه و 3 سال بعد تازه به نمایش در میاد. میخوام برم پلیس را بریم اونجا نگه می‌دارن. چی فکر میکنی هر چی بگی اونو باور میکنم؟ من 12 سال آبخونه که هم میخوام. علی زرنگار قبل از این فیلمنامه نویس فیلمایی مثل بدون تاریخ بدون امضا و مغز استخوان بوده. توی فیلم علفزار هم به عنوان مشاور فیلمنامه حضور داشته. اما اینجا هم فیلمنامه نویسه هم کارگردان. این ویدیو 2 بخش داره. بخش اول بدون اسپویلر معرفی فیلم، یه سری توضیحات اضافه است و بخش دوم همراه با اسپویلر می‌خوایم راجع به پایان و یه سری نکته‌های فیلم صحبت کنیم با اونایی که فیلمو دیدن. من نمیخوام هیچ خلاصه داستانی از فیلم بگم به خاطر اینکه به نظرم خیلی ظریف تلاش شده تا اون اتفاق اصلی بیفته و خلاصه فیلم کاملا اتفاق اصلی رو لو میده. پس ازتون خواهش میکنم لطفاً نه تیزر رو ببینین کامل، نه خلاصه داستان رو بخونین چون حیفه. فیلم شروع گیج کننده ای داره و یه ذره باعث میشه که اولش ندونی کجایی، چه اتفاقی داره میفته، چه خبره. اما پیش که میره کم کم جا میفتی و متوجه میشی که تو قرار نیست یک اتفاق رو از اول و آخرش ببینی، از اول تا آخرش ببینی. در واقع تو افتادی وسط یه ماجرایی که قبل از تو شروع شده و بعد از تو هم ادامه داره. تو فقط داری یک برش از این اتفاق رو میبینی. این اتفاق جدید و جالبیه. کمتر فیلمی همچین کاری میکنه. معمولا فیلم ها یه جوری هن که انگار با تو شروع میشن با تو هم تموم میشن. اما این فیلم به نظر من تونست این کار رو درست انجام بده. بازی ها خوب و یک دستن. یعنی شما میتونی کاملا با شخصیت ها ارتباط برقرار کنی. یهو بین این 7 شخصیت یک نفر نیستش که خیلی بازی درجه یکی داشته باشه، یه نفر خیلی بازی پایینی داشته باشه. بازی ها یک دست و تو یک سطح انجام شدن. کلا در روند فیلم صدا یک دست و مونوتونه. یعنی مشخصه که از بازیگرها خواسته شده این شکلی بازی کنن. دخترای دیگه شاهزاده رویای من میخوندن که با اسب سفید میومد، ولی مال من هم شکلی. با کسی که عاشقش بودم با شیوانت سوار میشدیم، گورمونو گم میکردیم. یه مشکلی که باهاش دارم اینه که نمیدونم چرا فیلم‌های اجتماعی ما، حتی فیلم‌های اجتماعی خوبمون، انگار مثل قبل روی شعور بیننده حساب باز نمی‌کنن. خیلی وقتا یک سکانس رو میچینن با یک میزانسن بسیار درست، بسیار تاثیرگذار و اون پیامی که میخوان رو کاملا میتونن با اون میزانسنی که چیدن، با اون فضایی که درست کردن، با اون سکانس، با همون حرکات فقط برسونن. اما ترجیح میدن یه دیالوگ هم بذارن توش و کاملا پیام اون سکانس رو مستقیم تو اون دیالوگ به بیننده برسونن. خب چرا؟ من فهمیدم پیام تو، لازم نیست واقعا خیلی واضح به هم بگیش. این دیگه آزاردهنده میشه، این دیگه شعاری میشه. یه سری جاها من احساس میکردم که نویسنده این دیالوگو نوشته گذاشته تو دهن اون شخصیت و تا به من بگه ببین اینجوریه ها. لازم نیست. از ویژگی های دیگه که به این شخصیت دادی مثل شغلش من متوجه میشم، از نگاهایی که نماهایی که از نگاهش میدی من متوجه میشم، از حرکاتش متوجه میشم، از نوع برخوردش با آدما متوجه میشم. نیازی نیست مستقیم دیالوگو بذاری تو دهنش تا من بفهمم چی میخواد بگه. شخصیت پردازی ظریف انجام شده. یعنی چی؟ یعنی مشخصه که وقت گذاشته شده، تلاش شده هر کدوم از این 7 شخصیت با ویژگی‌های منحصر به فرد خودشون به تصویر کشیده بشن. این اطلاعات هم به مرور به بیننده داده میشه. بیننده آروم آروم به این شخصیت‌ها نزدیک میشه، نه گیج میشه، نه سردرگم میشه، نه قاطی میکنه این کی بود اون کی بود. اینا رو خورد خورد به بیننده منتقل میکنه و باعث میشه که بیننده یواش یواش وارد جو فیلم بشه. این برای فیلمی با این تعداد شخصیت اصلی واقعا ویژگی مهمه. دارم بهت میگم این پولو واسه زنم برداشتم، واسه دمون علمونش برداشتم.
همین خورد اطلاعات دادنی که برای شخصیت ها اتفاق میفته برای به تصویر کشیدن بحران اصلی فیلم هم اتفاق میفته. یعنی یواش یواش زمینه سازی میکنه تا بیننده رو به اون نقطه اوج که در واقع نقطه عطف فیلم نام است برسونه. فیلم به نظر میرسه که سکانس های حذفی داشته باشه با توجه به اینکه 3 سال توقیف بوده و بعد از 3 سال اکران شده. مخصوصا درباره شخصیت پیمان یه سری جاها حذف شده، یه سری چون به نظر میرسه که برای بقیه شخصیت ها دقت بیشتری به کار برده شده برای شخصیت پردازشون، اما این شخصیت که یکی از شخصیت های خیلی مهم فیلم هم هست انگار یه چیزایی ازش زده شده، برش داده شده، یه چیزایی ازش کم شده. برای چی وقتی میپرسم عجله داری بلبل زبانی میکنی؟ خورده؟ اگر نمیدونید تعلیق چیه، این فیلم میتونه یه مثال درستی برای این موضوع باشه. هرچند یه سری جاها تعلیق‌های اشتباه هم داده میشه که این میتونه آسیب زننده باشه، اما موضوع اصلی اینه که تعلیق‌های درست هم کم نداره. مثلا شما وقتی که احساس میکنی یک اتفاقی قراره بیفته و بابتش استرس داری، نمیدونی میشه نمیشه، بهش میگن تعلیق، اون استرسی که برای بیننده ایجاد میکنه و این فیلم پر از این حسه. به عنوان مثال شما فرض کن که یک مواد فروش داری توی فیلمت و پلیس داره ماشین اون مواد فروش رو میگرده. شما استرس این رو داری که این سگ، حالا که بو میکشه، سگ پلیس داره ماشین رو میگرده، آیا میتونه اون مواد رو پیدا کنه یا نه؟ این استرسی که شما داری میکشی اون لحظه بهش میگن حس تعلیق. حالا یا پیدا میکنه یا نمیکنه. صورتت خون. زودتر تصمیم بگیره میخواد چیکار بکنه. در آخر به نظرم فیلم خوبیه، اما یه سری ایرادایی داره که انگار از یه ایده ناپخته میاد. یعنی ایده اولیه بسیار بسیار زیباست، ایده هایی هستن که میشه هر بار بهشون نگاه های متفاوتی داشت و این فیلم هم تونسته نگاه متفاوتی داشته باشه، اما احتیاج به پرداخت بیشتر داشته، هم توی زمینه پرداخت یک سری از شخصیت ها، هم توی ارائه دادن این ایده. یعنی توی به تصویر کشیدن این ایده همچنان به نظر میرسه که احتیاج به پختگی بیشتری داره. فیلم منو یاد رخ دیوانه میندازه خیلی، با اینکه فضای داخلی فیلم خیلی فرق میکنه، فضا بسیار بسیار سنگینه، اصلا اون هیجانات اون شکلی رو نداره، اجتماعی تره. اما با همه اینا فیلمو دوست داشتم. با استانداردهای کلی که بخوام بسنجم بهش 6 میدم. اما با توجه به فیلم‌های این روزهای سینما که اکثرا کمدی‌های واقعا یک بار مصرف شدن که بعضی‌هاشون حتی یک بار هم نمیشه دید، به این فیلم 9 میدم. من متوجه میشم که چرا فیلم‌های کمدی فروششون بیشتره. مردم رو سرزنش نمی‌کنم بابت این موضوع، تلخه ولی قابل درکه. به خاطر اینکه ببین این فیلم مثلا یکی از فیلم‌های خوب اجتماعی این چند سال اخیرمونه، به شدت تلخه، به شدت غمگینه، سنگینه. یه نفر که هزینه میکنه با این بلیت سینما، میره سینما، میخواد با خانواده‌اش چند ساعتی رو فاصله بگیره از اون فضایی که داره تو زندگی واقعی تجربه میکنه، اونجا هم دلش نمیخواد بهش یادآوری باشه که ببین چقدر مشکل داری، ببین چقدر بلا داره سرت میاد، ببین چه جوریه. میدونی درسته که این کار ارزشمندی هست، اما وقتی اونجا میره دلش میخواد یه مقدار از این فضا فاصله بگیره. پس این برای من قابل درکه، ولی کاش اینجوری نه. برای کسایی که دغدغه سینما دارن، برای کسایی که براشون سینما ارزشمنده و میدونن که حفظش چقدر مهمه، این حرفا رو میزنم. بعدشون خواهش میکنم که به این فیلم‌های اجتماعی بیشتر توجه کنید. توجه شما به فیلم‌های اجتماعی باعث میشه که این سینما زنده بمونه. زنده موندن سینمای اجتماعی خیلی حیاتیه. فیلم‌های کمدی ما که امروز جزو پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ما به حساب میان، متاسفانه انقدر ضعیفن، انقدر بعضی‌هاشون مبتذلن که حتی یک بار هم نمیشه تماشاشون کرد. برای خودتون، برای وقتتون ارزش قائل باشین و سعی کنین سمت فیلمایی بریم که برای شما و برای شعورتون ارزش بیشتری قائلن. میخوام با این حرف این بخش اول رو تموم کنم. پس بهتون توصیه میکنم این فیلم رو ببینید و ازش لذت ببرید. در عین حال بهش به چشم یک اثر هنری نگاه کنید و سعی کنید که خیلی اذیتتون نکنه. همین. علت مرگ نامعلوم. کارگردان علی زرنگار. بخش دوم، بخش با اسپویل. خب آقا، فیلم
چند تا مورد داشت که من توی بخش قبلی هم بهش اشاره کردم. گفتم تعلیق اشتباه میسازه و این موضوع خیلی وقتا آزاردهنده است. مثل چی؟ مثل لنگ کفش. برای چی وقتی داشتن جنازه رو میبردن خاک کنن، میبردن، حالا اونجا نمیخواستن خاک کنن، میبردن که رها کنن تو بیابون، لنگ کفشش میفته. برای چی اون زن رفت اون لنگ کفش رو برداشت و آورد گذاشت تو ماشین و آخرام هیچ اتفاقی نیفتاد؟ چه دلیلی داره؟ چرا اون لحظه یه نفر باید همچین کاری بکنه؟ اصلا منطقی نیست. بعد حالا که آورد، حتی اون دو نفر بهار و پیمانم که تو ماشین نشسته بودن، مخصوصا بهار، نشون بده که لنگ کفشو میبینه و هیچ واکنشی نشون نمیده به این موضوع. این استرس رو توی تو ایجاد میکنه که وای این لنگ کفش قراره یه چیزی بشه ها. بعد میبره میندازه اونور و بعدا هم یه بار دیگه میگیرن میندازنش بیرون، اصلا هیچ اتفاقی نمیفته. اصلا لنگ کفش الکی بود که چی؟ میدونی؟ نمیفهمم اینو. بهترین سکانس فیلم به نظر من که خیلی هم تو ذهن من موندگار شد، سکانس ورود پلیس بود. اون سکانس باعث میشه که وقتی شما فیلم رو تموم میکنی یا وقتی به اون 1/3 پایانی فیلم نزدیک میشی، اون سکانس برای معنای دیگه پیدا میکنه. اینو دوست داشتم. دوستم راجع به پایان شخصیت ها صحبت کنم. اگه براتون این سوال وجود داره که پایان شخصیت ها چه اتفاقی میفته در آخر، باید بگم که فیلم کاملا یه سری نشونه ها میده برای این موضوع. به نظر من پیمان میبینه، چون ببین مشخصه که برای تک تک حرف هایی که شخصیت ها میزنن فکر کرده کارگردان، نویسنده، و هر کدومو به یه دلیلی گذاشته. برای همین وقتی که پیمان و بهار توی وانت نشستن و با هم دیگه صحبت میکنن، بهار یه آهنگ ترکی میخونه که اگه شما این آهنگو شنیده باشی میدونی معنیش چیه. میگه من امشب میمیرم و کسی نمیتونه جلوی منو بگیره. و خب این آهنگ، این ترانه یه نشونه از سرنوشت پیمانه، چون بهار باهاش نمیره. اگه بهار باهاش میرفت میتونست یه نشونه از هر دوشون باشه، یا میتونست یه نشونه برای مرگ شخصیت بهار باشه چون اون داره این آهنگو میخونه. اما وقتی پیمان باهاش صحبت میکنه و بهش میگه که تو نیا، پس نشون دهنده اینه که اونی که میمیره پیمان. ما چه ایرادی داره ما یکم از این پول برداریم؟ پول قرار گوشتن پول می خودشون تقسیم کنن چی ها؟ تو این پولا میافتاد دستت وای میستادی؟ نکته مثبت این فیلم اینه که همه شخصیت ها انسانیت دارن، هیچ کدومشون قالتاق نیستن، هیچ کدومشون نمیخوان مال مردم خوری کنن، همشون واقعا نیاز دارن. یعنی وقتی خودتو میذاری تو جای اون شخصیت ها میگی خب خیلی طبیعیه که وسوسه بشه، خیلی طبیعیه که بخواد این کارو بکنه. در عین حال هم اون کاراکتر پیمان که میگه این کارو نکنیم هم درک میکنی، چون اون اندازه بقیه شخصیت ها احتیاج به اون پول نداره. درسته اون پول احتیاج داره برای خودش، اما خیلی فرق میکنه برای یه نفری که زنش مریضه، یه نفری که حالا دوستش پای اعدامه، پای جون اون آدم ها وسطه. در نتیجه به نظر من که این موضوع قابل درکه که چرا پیمان وسوسه نشه، اما بقیه کاراکترها که جون عزیزاشون در خطره وسوسه بشن. شخصیت ها انسانن، چون حتی نشون میده که وقتی که خاک میکنن اون مرده رو باهاش همدلی میکنن، گریه میکنن براش. کاراکتری که ما اولش قضاوتش میکنیم و فکر میکنیم که خیلی دندون گرده و از این موقعیت انگار سوء استفاده میکنه، میشینه اونجا و گریه میکنه برای این آدم، برای آدمی که نمیشناختش، ندیده بودتش و حتی باهاش صحبت نکرده بوده. این نشون میده که این آدما وجدان دارن، شخصیت دارن. برای همینه که میگن یه جوری زمینه سازی کرده که پایان تقریبا مشخصه. تو هرچی شده میگی، ولی فکر میکنی هرچی تو بگی اونو باور میکنه. مرده؟ این آدما به نظر من وقتی که خانواده اون فرد رو میبینن جلوی در، چه بخوان چه نخوان گیر میفتن. و خب اونجوری که وجدانشون نشون میده و انسانیتی که به ما نشون داده شده از این شخصیت ها، ول نمیکنن برن، فرار نمیکنن، پاش وای میستن، اما این بار مقصرن. به خاطر خاک کردن اون آدم مقصر شناخته میشن. یکی مرده، 7 نفر آدمیم جنازش نشست. علت مرگ نامعلوم. کارگردان علی زرنگار. در آخر همین. ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. روز خوب داشته باشین. خدا نگهدار.